سخنچین از ساحر و جادوگر هم بدتر است. وقتی سخن کسی را به دیگری نقل میکنی که فلانی در باره تو چنین و چنان میگوید و یقین میدانی که با نقل این سخنان در بین آنها بدبینی پیدا می شود، پس تو سخنچین و خبرکش و بدترین مردم هستی. سخنچین و خبرکش کسی است که سخن مردم را از یک به دیگری می رساند تا در بین آنها بدبینی و جنگ و نزاع پیدا کند. یحیی بن ابی کثیر رحمه الله که از صغار تابعین است می فرماید سخنچین و خبرکش در یک ساعت آنقدر فسادی و بربادی را به بار می آرد که ساحر و جادوگر در یک ماه نمی تواند. در روایت امام احمد رحمه الله آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند آیا خبر ندهم شما را که بدترین شما که هایند؟ فرمودند کسانی هستند که سخنچینی می کنند و در بین دوستان بدبینی ایجاد می کنند. از همه خطرناکترین عاقبت سخنچینی این است که سخنچین از داخل شدن جنت محروم می شود. در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند سخنچین داخل جنت نمی شود. روایت بخاری و مسلم.